سلطان محمود یک سرلشکر داشت با نام نوشتگین، یا سرلشکری جوان ترک بسیار جسور و غیور. لوبیم چی که سلطان محمود غزنوی بود است، دوستش می داشت، هم نشینش بود. یه روز شبانه میشینن کمتر مثلث می نوشن، بعضا میشید است همی کارا. همون نوشتگین مست میشوه از مثلث، گشنه بود است شاید. سلطان محمود میگه در همینجا خواب که خدا جان ایترا مست کنه که تو مستی، بیره نبرو. که نمیگه خونم میرم، روز زنم رحیمه را نگه دارن، در اینجا چی خوب میکنم. در اسب سوار میآید در بین بازار که در دست محتسب میغلطه. محتسب پلیسیا، شحنه شبگرد، میبینن مستای. ای بوله اسب میگه بکشینش. ای مردک میگن این آدمی کلان میتوه، پگاناش کلان ای. میگه فرق نداره بکشینش.